بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت کاربران خوب و دوست داشتنی سایت و کانال آیتی آموزان. من محمد عبدولی هستم. امروز با یک آموزش دیگه در بحث سیسکو در خدمتون هستم. امروز میخوام در مورد مودهای مختلف سویچ ها و روترهای سیسکو صحبت کنیم. ببینیم که چند تا مود دارن، تفاوتشون چی هستش، این مودهایی که در واقع در این سویچ و روترها هست و هر کدوم چه مزایا و معایبی رو برای ما خواهند داشت. خب بریم به صورت عملی این کار رو انجام بدیم. اینجا میام یک سویچ 2960 میذارم روی پکت تریسرم، نرم افزار شبیه سازم که دارم در حوزه شبکه ازش استفاده میکنم و میرم وارد در واقع محیط CLI اون میشم. از طریق‌های مختلف شما میتونید وصل بشید به این سویچ. مثلا یک نمونهش از همین محیط در واقع CLI است که اینجا هست. شما میتونید یک 2960 دیگه اینجا بذارید، مثلا بیاید یک کامپیوتر رو وصل کنید اینجا و از طریق کابل در واقع شبکه یا کابل کنسول بیاید و در واقع این رو مثلا به سویچ وصل کنید، از این طریق ببینیدش و الاخر. کاری به نحوه اتصالش در واقع من اینجا و توی این سناریو و ویدیو ندارم. خب شما زمانی که در واقع این خط رو برای شما میاره که Please return to get start و شما در واقع اینتر رو میزنید که وارد بشید، اینجا وارد مود اولیه سویچ ها و روتر ها میشید که اینجا میبینید با علامت در واقع بزرگتری نمایش داده میشه که قبلش هاست نیم دستگاه برای شما نمایش داده شده. خب این مودی که اینجا هستیم و در واقع مود ابتدایی سویچ ها و روتر ها هست، بهش لاگین مود یا یوزر مود گفته میشه. خب حالا ببینیم که در واقع این یوزر مود یا در واقع لاگین مود چه مزایایی داره، چه معایبی داره و به صورت کلی چیکار میشه باهاش کرد. خب مزایایی که داره برای ما، اولیش در واقع این هستش که همونطور که گفتم دسترسی اولیه رو برای ما به روترها و سویچ ها فراهم میکنه. یعنی ما توی این مود هستش که دسترسیمون رو به در واقع دیوایسی که داریم، حالا سویچ یا روتر، به در واقع تناسب اون سناریویی که داریم انجام میدیم برای ما فراهم میکنه. این اولین مزیتی هست که این مود یوزر برای ما داره. خب دومین مزیتش این هستش که به کاربرا اجازه میده تعداد محدودی از در واقع دستورات رو اجرا کنن. یعنی چی؟ چون در واقع میگم مود ابتدایی و لاگین ما هست، هر کسی که به این سویچ در واقع متصل بشه و بتونه ارتباط بگیره این مود رو در واقع میتونه ببینه. حالا کاری که انجام میده چی هستش؟ میاد از لحاظ امنیتی این مزیت رو بررسی میکنه. میگه که خب چون امکان داره نفرات مختلفی با دسترسی های مختلف در واقع به این سویچ من وصل بشن و تو یوزر مود بیان، من میام در واقع تعداد دستوراتی که توی این مود هستش رو محدود میکنم که بتونن در واقع تعداد محدودی از دستورات رو اجرا بکنن. خب یک توضیح من این وسط بدم. شما توی هر در واقع مودی که باشید و هر دستوری که زده باشید میتونید با گرفتن دکمه ترکیبی شیفت علامت سوال یا کلا علامت سوال هستن، میتونید دستوراتی که میتونید در واقع شما اجرا کنید رو برای خودتون نمایش بدید و تقریبا میشه گفت یک دکمه هلپ هستش در سیسکو. توی هر مودی، توی هر جایی که به قول دستور یادتون رفت یا ندونستید بایستی چه دستوری بزنید، با گرفتن این دکمه شما میتونید یک راهنمایی کامل از سیسکو برای خودتون بگیرید. خب من اگر توی این محیط یوزرم بیام و این در واقع دکمه هلپی که گفتم رو بزنم، میبینید تعداد دستورات خیلی کمی رو اینجا برای کاربرا فعال میذاره و به صورت کلی مزیت سومی که داره برای ما و تقریبا برخواسته از همون مزیت دوم هست، این هستش که به نظارت بر وضعیت این سویچ روتری یا روتری که داریم و آمار اینترفیس ها و البته ABAB کمک میکنه. میبینید اینجا ما تریس روت رو داریم، پینگ رو داریم که از اینها میتونیم برای در واقع ABAB
و نظارت بر شبکه استفاده کنیم. از طرف دیگه شما میتونید در واقع با دستورات شویی که دارید بیایید و یک اطلاعات کلی رو در مورد اینترفیس ها برای خودتون نمایش بدید و بدونید وضعیت اونها به چه صورتی هستش. اما به صورت کلی توی یوزر مود ما خیلی محدود میتونیم دستوراتی رو اجرا کنیم. خب معایبی هم داره که حالا اینجا من براتون در واقع برمیشمارم ببینیم که چیا هستن. خب همونجوری که در واقع مطرح شد توی مزایا، این که دستورات کمی رو ما میتونیم در واقع اجرا کنیم، این مورد میاد و توی معایب هم در واقع برای کاربران واقعی که در واقع تراست این سویچ هستن به عنوان عیب مطرح میشه. این که خب کاربر ما کاربر واقعی هست، ادمین شبکه هست یا الی آخر، اما توی این مود خب تعداد دستورات محدودی رو میتونه استفاده کنه. پس این میتونه هم یک عیب باشه و هم میتونه یک مزیت باشه. عیب دومی که در واقع مطرح شده این هستش که خب کاربران هیچ دسترسی برای در واقع انجام پیکربندی یا تنظیمات توی سویچ یا روتر نخواهند داشت. خب اینجا دیدیم که ما تنظیم خاصی رو روی روتر نمیتونیم انجام بدیم و فقط صرفاً جهت نظارت، عیبیابی و در واقع یک گرفتن آماری از اینترفیس ها میتونیم از این مود استفاده کنیم. پس این شد مود ابتدایی یا همون لاگین مود یا یوزر مود به اصطلاح در واقع سیسکویی. خب ما در این مودی که در واقع قرار داریم دو تا در واقع دستور کلی داریم که یکی دیزیبله که در واقع اون مود بعدی رو برای ما ترن آف میکنه، یکیش اینیبله که در واقع میتونه اون مود بعدی که تحت عنوان پریویلیج هستش رو برای من باز کنه. یعنی من اگر اینجا بیام دستور اینیبل رو بزنم و اینتر رو در واقع فشار بدم، میبینید که در واقع اون علامت بزرگتری برای من تغییر کرد و البته رفت و وارد مود پریویلیج شد. خب پریویلیج مود چیه؟ بیایم در مورد اونم صحبت کنیم. اولین نشونش که در واقع اینجا خودتونم دیدین است که اون علامت بزرگتری تبدیل به علامت شارپ میشه اینجا. خب این اولین نشونه‌ای که در واقع برای ما وجود داره. خب مزایاش چی هست این مودی که الان رفتیم داخلش و تحت عنوان پریویلیج مود مطرح میشه؟ این چی هستش و در واقع مزایاش چی هست؟ حالا کار ندارم، من اینجا اشتباه زدم، فقط صرفا این که بدونید اون مودی که هست به چه صورتی هستش. خب مزایاش رو اگر بخوایم بگیم، شما در واقع میتونید توی این مود تنظیماتی که اعمال شده روی سویچ یا روتر رو برای خودتون مشاهده کنید. من اگه برگردم تو اون محیط در واقع یوزر مودی که بودش، من اینجا اگر شو رانینگ کانفیگ رو بزنم که میتونه در واقع برای من تنظیمات سویچ یا روتر رو در واقع نشون بده، میبینید که اینجا برای من چیزی نمایش داده نشد و میگه که شما این دستور رو توی این مود نمیتونید بزنید. اما اگر به محیط پریویلیج برم و این دستور رو بزنم، یا میگم شو رانینگ کانفیگ، میبینید اینجا تنظیماتی که هستش حالا اعمال شده. اینجا فعلا که دستوری نزدیم ما که بخوایم در واقع ذخیره کنیم و اینجا نمایش داده باشه، اما به صورت کلی اگر شما دستوری هم بزنید و سیو کنید اینجا برای شما نمایش داده میشه. پس میتونیم اون تنظیماتی، یکی از مزایاش این بود، اون تنظیماتی که در واقع اعمال شده بر روی سویچ یا روتر رو توی این مود برای خودمون مشاهده کنیم. خب مورد بعدی که هستش این که در واقع به کاربرا اجازه میده که در واقع عملیات سیستم و ترافیک شبکه رو نظارت کنه. یعنی یک سری دستورات و یک سری در واقع دسترسی‌ها به ما میده که میتونیم در واقع ترافیک شبکه رو نظارت کنیم. این در واقع مزیت بعدی که مطرح شده برای ما. خب مورد سوم از مزیت‌های در واقع پریویلیج مود این هستش که به کاربرا اجازه میده که بعضی از عملکردهای سویچ رو پیکربندی و مدیریت کنن.
خب همون دستور هلپی که زدیم توی در واقع یوزر مود رو بیایم اینجا هم وارد کنیم، ببینیم که منظور این که خب ما میتونیم یک سری از عملکردهای سویچ رو در واقع راه اندازی و مدیریت کنیم چی هستش. من اگر اینجا بزنم میبینید که تعداد دستوراتی که در واقع توی این مود هست بسیار بسیار بیشتر از مود قبلی یا یوزر مود هستش. مثلا یک موردی که ما میتونیم تنظیم کنیم توی در واقع این مود این هستش که بیایم ساعت این سیستم یا تجهیز یا در واقع دیوایسمون رو منیج کنیم و یا تنظیم کنیم. اینجا میبینید که در واقع برای من دیباگ داره، میتونم اینجا دیباگ کنم حالا فایل هایی که هست و الی آخر که اینجا برای من نمایش داده شده. میتونم در واقع ستاپ کنم، ستاپ کامند رو در واقع اینجا برای خودم ران کنم. میتونم ریلود کنم حالا تجهیزی که دارم رو که توی مود قبلی این برای من امکان پذیر نبود در واقع. پس دسترسی من توی این مود خیلی خیلی بیشتره و میتونم تعداد کامندهای بیشتری بزنم. اما معایب اون چی هستش؟ یکی از معایبی که مطرح میشه برای این مود پریویلیج این هستش که اگر کاربران بیان و در واقع پیکروندی اشتباهی رو انجام بدن روی در واقع تجهیز من، میتونه در واقع عملیات شبکه رو مختل کنه یا در واقع بیاد و در کل شبکه من اون اختلاله رو ایجاد کنه. مثلا من اگر بیام اون ساعتی که هستش رو واقف نباشم که چجوری باید تنظیم کنم و تنظیم اشتباهی انجام بدم، میتونه باعث اختلال در کل شبکه من بشه. پس این رو هم در واقع دقت داشته باشیم که میتونه یک عیب هم همزمان باشه. و عیب دومی که مطرح میشه توی مود پریویلیج این هستش که کاربران اجازه پیکروندی زیادی رو در واقع ندارن، این دستشون خیلی باز نیست. یک سری چیزا رو میتونن تنظیم کنن اما خیلی از موارد رو توی این مود هم دسترسی و اجازه ندارن که در واقع راه اندازی کنن. مود بعدی که در واقع ما اینجا داریم و میتونیم واردش بشیم چی هستش؟ اینجا محیط کانفیگور هستش که اینجا هم برای ما نمایش داده شده. ما با زدن دکمه یا کلمه کانفیگور، ببینید من الان مثلا کانفیگور رو زدم، میخوام ببینم که چه دستوراتی میتونم در ادامش بیارم. یک کامند میزنم، فقط یک شیفت و علامت سوال رو بزنم، میگه شما بایستی بعد از کانفیگور ترمینال رو وارد کنید. خب من میام ترمینال رو هم وارد میکنم. وقتی که این در واقع کلمه رو من بنویسم و اینتر کنم، میبینید که یک سری تغییرات ایجاد میشه توی شکل ظاهری و ما میریم به مود سوم سویچ ها و روتر ها که تحت عنوان پریویلیج مود یا گلوبال مود مطرح میشه. خب پس من این رو نوشتم، اینتر میزنم، میبینید که اینجا شکل ظاهری برای من تغییر کرد. حالا اون شارپه هنوز هست، منتها یک دکمه کانفیگ برای ما اینجا نمایش داده میشه. پس همون ابتدا برای من روشن قضیه که این مودی که الان وارد شدم و تحت عنوان کانفیگوریشن مود یا گلوبال مود هست، مودی است که من میتونم کانفیگ ها و تنظیماتی که هستش رو توی این مود انجام بدم. خب بریم سراغ مزایایی که توی این مود داریم، ما ببینیم که چیا هستش. خب اولین مزیتی که داره این هستش که به کاربران اجازه میده که تنظیمات و پارامترهای مختلف رو از انواع مختلفش روی آی پی ها، روی ویلن ها و تمام تنظیماتی که توی سویچ و روترها هستش رو برای خودشون در واقع پیکربندی کنن. پس اینجا ما دیگه محدودیتی بابت دستور زدن یا سطح دسترسی نخواهیم داشت و میتونیم تمام پیکربندی سویچ ها و روترها رو توی این مود انجام بدیم. و دومین مزیتی هم که هستش این که خب گفته شد البته این هستش که دسترسی به تمام گزینه‌های پیکربندی رو فراهم میکنه. من اینجا بیام در واقع چون توی محیط‌های قبلی این علامت سوال رو زدم، بیام اینجا هم در واقع بزنم ببینم که چی کار میتونم اینجا انجام بدم. شما اگر علامت سوال رو بزنید میبینید که تعداد دستوراتی که هستش و کانفیگ هایی که شما میتونید انجام بدید توی این مود
خیلی بیشتر هست و البته تخصصی تر هم شده. اکسس لیست هست، حالا که در ادامه صحبت خواهیم کرد که چیا هستن. توی این مود میتونید همونطور که توی مود پریویلیج میتونستید در واقع اون ساعت دستگاهتون رو تنظیم کنید و اون مواردی که اینجا هستش رو میبینید شما. اما معایب این مود سوم ما یا کانفیگ مود ما چی هستش؟ بیایم صحبت کنیم در مورد معایب این و این بحث رو هم ببندیم. یکی از معایبی که وجود داره این هستش که برای در واقع کاربرانی که دسترسی دارن به این مود بایستی ما در واقع علم و تجربه و دانش کافی رو در اختیارشون قرار بدیم. یعنی ما نمیتونیم یک کاربری رو بدون اینکه علم کافی، بدون اینکه دانش کافی رو در راه اندازی این در واقع زیر ساخت ها داشته باشه بیاریم و بندازیم توی این مود بگیم خب تنظیمات انجام بده. این امکان پذیر نیست. پس از معایبش این هستش که کاربرا بایستی درک کامل و کافی و البته علم لازم رو برای پیکربندی اون روتر و سویچ داشته باشه. این یکی از معایبی است که مطرح میشه. و دومیش این هستش که اگر کاربرا همونطور که توی در واقع پریویلیج مود هم گفتیم، اگر کاربران دوچار خطای پیکربندی بشن و یک پیکربندی اشتباهی رو برای ما در واقع ست کنن روی دیوایس، میتونه کل عملیات شبکه رو در واقع دوچار اختلال کنه. چطور؟ شما گفتیم کلاک رو مثال زدیم توی در واقع مود قبلی، اما اینجا خب تنظیمات بیشتره. روی هر کدوم از این تنظیمات بیاد و اشتباهی رخ بده روی انجام دادن و یا راه اندازی اینها، میتونه باعث اختلال در شبکه من بشه. اینم از این مورد. خب مورد بعدی که هستش اینه که خب ما گفتیم که کار با محیط پریویلیج و کانفیگور نیازمند یک دانش تخصصی هست. خب حالا بیایم چیکار کنیم که همه کاربران نتونن به این دوتا محیط در واقع دسترسی داشته باشن. کاری که ما میکنیم این هستش که بیایم در واقع روی اون محیط پریویلیج ما بیایم یک پسوردی بذاریم که هر کاربری که اومد و توی لاگین مود وارد شد یا یوزر مود وارد شد دیگه نتونه به آسونی با زدن مثلا اینیبل بیاد و دسترسی داشته باشه به محیط در واقع پریویلیج. این کار رو چجوری انجام میدیم؟ کافیه توی محیط کانفیگور ترمینالی که ما هستیم یا محیط در واقع گلوبالمون بیایم و دستور اینیبل سکرت، این بحث سکرت رو من توی یک ویدیو جداگونه بهتون گفتم که چرا پسورد نذاریم، چرا سکرت بذاریم و دلیل اینکه اینجا الان من سکرت استفاده کردم رو توی اون در واقع ویدیوی راه اندازی SSH روی تنظیمات سیسکو که توی کانالمون هستش رو هم من گذاشتم، میتونید اونجا ببینید. پس میایم دستور اینیبل سکرت مثلا آیتی آموزان رو قرار میدیم. الان من یک پسوردی تحت عنوان آیتی آموزان اومدم وسط کردم. حالا بریم اینو در واقع نگاه کنیم ببینیم که آیا کار میکند یا نه. پس الان کاربری که میاد توی یوزر مود من و دستور اینیبل رو میزنه بایستی ازش پسورد در واقع درخواست بشه. پس این رو مد نظر قرار بدید. اما قبل اینکه بریم انجام بدیم من دو تا مورد رو اینجا براتون در واقع بگم که توضیح بدم این دستورات رو. شما توی هر مودی که هستید، هر جایی از در واقع صفحه تنظیمات سویچ ها یا روتر های سیسکو هستید، میتونید با زدن دکمه ترکیبی کنترل زد بیاید و وارد محیط پریویلیج بشید توی هر جایی که هستید. مثلا من الان توی مود گلوبال هستم، کنترل زد رو اگر بزنم میبینید که میاد و وارد محیط پریویلیج میشه. همینطور با زدن دستور اگزیت شما میتونید یک مود به عقب برگردید. مثلا توی مود کانفیگ هستید، میتونید با زدن اگزیت بیاد و توی محیط پریویلیج قرار بگیرید، یا اگر توی پریویلیج هستید با اگزیت میاد و وارد مود یوزر میشید. خب اینجا اومدم زدم. حالا احتمال داره چون من در دستور رایت رو نزدم که تنظیماتم رو ذخیره کنم، اینجا از من فعلا اون
پسوردی که گذاشتم رو نخواد. حالا من میزنم ببینم که میخواد یا نه. بله خب من رایت هم نزدم، باز اینو میخواد. خب الان میبینید کاربر اومده لاگین کرده به سویچ ما به فرض مثال، حالا میخواد وارد محیط پریویلیج بشه و یک سری تنظیمات انجام بده. حالا این کاربر من میتونه یک هکر باشه، پس اگه من پسورد رو نذاشته باشم میتونه به راحتی بره و وارد اون تنظیمات من بشه و توی محیط پریویلیج هم دیدیم که میتونه کل تنظیماتی که اعمال شده بر روی سویچ رو ببینه. خب من اینجا اگر اون پسوردی که گذاشتم رو وارد کنم میبینید که وارد محیط پریویلیج میشه. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. این ویدیو رو خواهش میکنم که برای دوستانتون به اشتراک بذارید، برای کسایی که توی این حوزه دارن کار میکنن بفرستید که بتونن در واقع یادگیری خودشون رو ادامه بدن. کانال ما رو حتما حمایت کنید، به دوستانتون معرفی کنید که ما بتونیم هر چند کم اما به اندازه خودمون به اونها کمک کنیم. ممنون از اینکه توجه کردید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.